واقعا چه بلایی سر ال کلاسیکوهای بعد از رونالدو و مسی اومده؟ یامال توی مسابقه قبل از بازی با رئال گفته بود که من به گل زدن به رئال مادرید عادت دارم، اونا هم به باختن به ما عادت کردن. پس احترام به رقیب چی میشه؟ رونالدو و مسی با اون همه عظمت هیچ وقت به خودشون جرأت گفتن همچین چیزی رو به رقیب ندادن. ببین ال کلاسیکو دیگه هیچ وقت مثل قدیم نمیشه و دیگه هم حال نمیده. ولی اینا همش بهونه است. بهونه برای اینکه برای بار هزارم بگم چقدر دلم تنگ شده تا رونالدو و لئو رو دوباره توی زمین ببینم، اونم وقتی ال کلاسیکو مقابل هم دیگن. ال کلاسیکویی که روزی روزگاری جولانگاه بزرگانی مثل رونالدو و مسی، رونالدو نازاریو و زیدان و خیلیای دیگه بود، دیگه برای من اون لذت سابقو نداره. نمیدونم برای شما چطوره. ال کلاسیکوهایی که ساعت 11 شب شروع میشد با صدای عادل فردوسی پور، برنامه گزارش ورزشی، فرداش تایم صبح بودم، امتحانم داشتم، هنوز بازی 45 دقیقش نگذشته بود که چشام سنگین میشد و خوابم میبرد. فرداش که میرفتیم مدرسه، اینترنت چون نبود که، فرداش که میرفتیم مدرسه از بچه ها میپرسیدم بچه ها بازی چند شد؟ رونالدو گل زد؟ مسی گل زد؟ چی شد بازی؟ یه نیم جمله بگم. شاید ال کلاسیکو مثل قبل باشه هنوز، شاید رئال و بارسا هنوزم قوی باشن، ولی من دیگه حالم خوب نمیشه. دیگه اون بچه شر و شیطون 13-14 ساله نمیشم. حالم که خوب نمیشه، ولی خوشحالم که همه اینا رو دیدم و از اون بیشتر خوشحالم که اینا رو بهتون گفتم. اگه این محتوا رو دوست داشتی فکر کنم پیجم به دردت بخوره. خیلی مخلصیم.